موهات میریزه، قهوه زیاد میخوری، تار موهات نازک شده، به خاطر همین میریزه، کمبود آهنه. پس تغذیه نامناسب تاثیر داره. بعدش ژنتیکی و ارثی میتونه باشه، هورمونی. بعد از اون استرس خیلی موثره. شامپوهایی که مناسب موهات نیست و همچنین اگر که استفاده زیاد از اتو موه سشوار کنه، همه اینا باعث میشه که موهات ریزش پیدا کنه. کمکاری تیروئید خیلی تاثیر داره. حالا اگر کارا رو که بهت میگم انجام بدی، خوب میشی. یکی اینکه مصرف قهوه رو بیاری پایین، دو اینکه از مواد غذایی استفاده کنی که غنی باشه از ویتامین‌ها، پروتئین‌ها و آهن. مرحله بعد اگر استرس داری، مدیتیشن، ورزش روزانه و از شامپویی که مناسب موهات باشه. نه از تایت. خیلی‌ها رو دیدم از تایت استفاده می‌کنن برای شستشوی مو. بعد از سشوار و اتومو کمتر استفاده کنید. حالا اگر همه این کارا رو انجام دادید بازم نشد، حتما به پزشک مراجعه کنید. پزشک یه آزمایش خون برات می‌نویسه، اگه کمکاری پرکاری تیروئید داشته باشه مشخص میشه. از اون طرف مکمل‌هایی که حاوی بیوتین و آهن هست برات تجویز می‌کنه. همه اینا زیر نظر پزشک بعد انجام بشه. حالا اگر پزشکی می‌خوای که توی شیراز و توی کرمان حضوری بری که به من دایرکت بده، من بهترین پزشکا رو بهت معرفی می‌کنم. اگر نه هر جای ایران هستی، من پزشکایی رو می‌شناسم که آنلاین هم ویزیت می‌کنن. اگر همه این مواردی که گفتم برات مفید بود، بفرست برای اون کسی که ریزش مو داره.